ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی ماه شوق به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمرو خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه و قرآن روز قیامت برای بنده شفاعت کننده هستند. روزه می گوید: ای پروردگار، من روزانه او را از طعام و شهوت منع نمودم، پس مرا برایش شفاعت کننده گردان. قرآن نیز می گوید: ای پروردگار، من او را از خواب شب منع نمودم، پس مرا برای او شفاعت کننده بگردان. همین گونه روزه و قرآن برایش شفاعت می کنند. روایت احمد، طبرانی، حاکم و بیهقی. علما در شرح این حدیث می گویند: روز قیامت روزه ماه رمضان و قرآن کریم برای شخص روزدار و شخص قرآن خوان شفاعت کننده می شوند و خداوند شفاعت آنها را قبول نموده بنده اش را می بخشد. این حدیث نبوی دلالت به فضیلت روزه ماه رمضان و تلاوت قرآن کریم می نماید. پس خوش به حال آن شخصی که این دو در روز قیامت شفاعت کننده او می شوند. برادر و خواهر ایمانیم، صحنه روز قیامت را به یاد آر. چه روز مشکلی است! روزی است که پدر از پسر و مادر از دختر می گریزد. لیکن در این روز روزه و قرآن آمده به صاحبش شفاعت می کند. پس خوش به حالت ای برادر که روزه ماه شریف رمضان را می داری و در این ماه تلاوت قرآن را بسیارتر می کنی. و در آخر به آن برادران و خواهرانی که قرآن خوان نیستند و آموختن هم نمی خواهند خواستم این را بگویم: ببینید شما در روز قیامت چه نعمتی را از دست می دهید، یعنی شفاعت قرآن را شما از دست می دهید. پس امروز روزی است که فکر بکنید و خواندن قرآن را آموزید. آموختن قرآن کاری مشکل نیست. امروز انسان‌ها یک چند زبان‌ها را می آموزند. آموختن کتاب خداوند، خواندن کتاب خداوند هیچ مشکلی نیست. فقط از نیت و حرکت شما وابسته است. اگر امروز بعد از شنیدن این نوار نیت بکنی و حرکت کنی، انشاءالله خداوند بر تو این کار را آسان می گرداند. پس با داشتن روزه رمضان و خواندن قرآن کریم شفاعت کننده برای خود در روز قیامت را آماده کنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.